تقریبا 14 سال ساختمون میسازم، حالا خودتون میدونید. بعد الان در حال حاضر با این شرایط جنگ و کمبود نقدینگی مردم و تقاضا کمه، یعنی ما میسازیم تقاضا کمه، برای همین قیمت ملک بالا نمیره. از اون ور مصالح و شهرداری و نظام مهندسی و تعرفه ها همه داره بالا میره، پس عملا سود ما همینجوری داره کم میشه. و من بعد 14 سال که خیلی هم همیشه روی ملک و ساختمون سازی و اینا اصلا سبد دیگه ای تا سرمایه گذاری نکردم، فقط توی ملک بوده. خیلی هم بهش اعتقاد داشتم، برای اولین بار یکم مردد شدم، میخوام یه جای دیگه ای سرمایه گذاری کنم. یه دونه از نمونه‌هایی که مثلا باعث شد این تصمیمو بگیرم این بود که من تقریبا 14 15 ماه قبل یه زمین خریدم 10 میلیارد 200 متر. بعد الانم 10 میلیارده، ولی خب اگه طلا بود، طلا مثلا توی این مدت چقدر تغییر کرده؟ اگه طلا می بود مثلا دیگه حداقل 3-4 برابر شده، دیگه 50 میلیارد بود دیگه. اگه تو سرمایه 50 میلیارد بود، یعنی من الان با سرمایه گذاری که کردم 30 میلیارد حداقل ضرر کردم و این دیگه نمیخوام این اتفاقی بیفته. گفتم بیایم ببینیم چه پیشنهادی داریم. بازار طلا به خاطر خب شرایط تورمی جنگی که داشتیم، خب همه اون تایم کسی ملک نمیگیره، کسی ماشین نمیگیره، کسی ارزان بزرگ شما زمین نمیخره، به خاطر اینکه اون کسی که یه ذره به قول معروف سرمایه‌ای داره میخواد سری نقد کنه، بره حالا مهاجرت کنه یا هر کار دیگه ای بکنه. تنها اتفاقی که میتونه راحت واقعا انجام بشه خب مبادله طلاست. طلا هیچ وقت توی هیچ دوره اینجوری نبوده که تو فصل مثلا 6 ماهه بیاد از این قیمتی پایین. یعنی اگه مثلا شروع سال 2 میلیون تومان بوده، پایان سال راحت 2 برابر شده. یا آمار دیگه هم که مثلا خودم داشتم چک می‌کردم تو سال گذشته یا تو همین سریال سال، ملک 30% رشد داشته، ماشین 40 تا 50%، دلار 100% و طلا آخرین آمار هم 130% بود. ولی با این عدد امروز 900 طلا حداقل 150% رشد داشته. یعنی توی بازار تورمی ما نمیگیم شما سرمایه گذاری که بهت پول بده، ما میگیم حفظ ارزش پول. یعنی تو اگه امسال مثلا طلا بخری 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، سال بعد اون طلای میشه 1.5 میلیارد، ولی همون جنسی هم که میخوای بخری میشه مثلا 1 میلیارد و 300. ولی وقتی طلا میخری باز ارزش تورمی نسبت به حالا ملک و خونه و اینا خب بیشتر رشد میکنه. حالا روش دیگه هم وجود داره، راههای دیگه هم وجود داره که خب از همون طلا شما بتونی به قول معروف برای خودت خلق حالا پول بکنی. اینجاست که تو اون برنده بودن میتونی داشته باشی. حالا مثلا میشه خرید طلای آب شده و از اون طلای آب شده شما میتونی با کارگاه کار کنی، به عنوان تامین کننده طلا کار کنی. بگی آقا طلاش از من کار است. مثلا الان شما همینجا حضوری توی این پاساژ دور بزنی، در روز من ندیدم 10 تا مشتری مثلا خودم ندیدم رد بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فضای سوشال میدیا آنلاین، یعنی هر کسی واقعا میتونه با تایم گذاشتن این کارو انجام بده. 3 تا اتفاق میفته. خب تو وقتی طلا میخری، خب خود قیمت طلا همیشه تو ارزش تورمی سرعتش بیشتر. 2 وقتی طلا رو میتونی بخری بفروشی، ازش درآمدزایی ایجاد میکنه. 3 ابزار و تجربه هم نمیخواد. آمریکا خودش داره طلا ذخیره میکنه و کل مارکت جهانی، کل کشورها برای اینکه قدرتشون رو ببرن بالا، دارن طلا و نقره دارن سیو میکنن و چون ذخایر طلا داره کم میشه، قیمت جهانی طلا میره بالا و خب شما این محصول طلا رو هر جایی هم که ببری ازت میخره. ولی ملک تو نمیتونی برداری ببری جایی، ماشین تو نمیتونی برداری از اینجا کول کنی ببری. و مسئله دیگه هم اینه که طرف با 5 میلیون تومان هم میتونه طلا بخره، ولی ملک رو زیر 2 تومان نمیتونه بخره. دقیقاً. چرا مثلا تو الان وقتی یه طلا گرون میشه، همه آقا چیکار کنم ضرر نکنم، چیکار کنم پولمو تبدیل به طلا کنم؟ وقتی کل مثلا آدم‌ها میخوان بیان طلا بگیرن یا به هر دلیلی دنبال یه فرصتی ان که یه جوری طلا بخرن، خب این مارکتیه که تازه شاید شروعش هم حتی مثلا از خیلی از بیزینس‌های 20 ساله 30 ساله جذاب‌تر باشه. می‌دونی چی میگم؟ طلا تو آنلاین خیلی میتونه فرصت ساز باشه. شما تبدیل می‌کنی سرمایه‌تو ملکتو، مطمئنا آخر سال حداقلش اینه که از تورم جلوتر. بله. چی ذهنتو مشغول کرده؟ حالا اینکه اصلا خب باور من بوده دیگه، یعنی اصلا ملک باور من بوده. من تا به حال نه توی ارز دیجیتال سرمایه گذاری کردم، نه توی بورس، حتی تب بورس بود که همه چند سال پیش بودن، هیچ وقت. طلا هم همینطور، دلار هم همینطور. یعنی اصلا ملک مردت میکنه. یه ضرب مسئله داشته، ملک مال مردت میکنه، بلند مدت و اینا. و هرچی هم در آوردم من از همین آپارتمان سازی و خرید و فروشایی که بوده که انجام دادم. ولی اولین بار دیگه و حتی با همکارای خودم هم که ساختمون سازا صحبت میکنم، همه بین مثلا 20 تا 80% این مرددی رو دارن که
2 تا 4 تا میکنی دیگه، میبینی که واقعا عقب مونده. بعد حالا مثلا امروز تو شهرداری بدون از مهندسایی که سن بیشتری داشت و سابقهش بالای 30 سال بوده که تو ساخت و ساز بود صحبت میکردم، یه نظریه‌ای داد که نظر اون شاید درست بود، نظر من نه. گفتش که همیشه این اتفاق افتاده توی سالیان قبل ولی تو مدت ملک جبران میکنه. این مال زمانی بوده که این تورم این شکلی نبوده و الان مثلا درآمد یک نفری که حالا یک جایی داره کار میکنه 10 تومن 15 تومن 20 تومن حقوق معقولیه که واسه یه شیفت یه نفر داره میگیره یه جایی و ایشون با این پول هیچ وقت نمیتونه ملک بخره. و حتی ملکی که الان این قیمته، ملک الان نباید قیمتش این باشه، چون همین امسال 30 تا 40% مساله و تعرفه‌های شهرداری نظام مهندسی گرون شده و ملک تکون نخورده و همچنان مردم نمیخرن. در اصل قدرت خرید ندارن. در اصل همین الان باید 30-40% ملک گرون شده باشه. با این شرایط نمیخرن، با اون شرایط که اصلا نمیخرن و این تورم هزینه‌ها هم همینجوری هست. الان من نگهبان خودم تقاضای بیشتر شدن 2 تا پروژه 2 تا میخوان حقوقشون بیشتر بشه. خب اینا همه از نگهبان شروع میشه تا اوستاکار تا مساله تا همه اینا همینجوری میاره روی قیمتش. و من این موضوع رو دارم میگم خیلی واسم دردناکه. چون اصلا من خودم 14 سال زحمت کشیدم و از این بازار نون درآوردم، ولی فکر میکنم که با این شرایط حتی اگه بانک ها وامم بدن، مثلا بگن آقا وام خریدم از اینقدر، مردم توانایی اقساطشو ندارن. دقیقاً شما مثلا الان یه وامم بخوام بدن یه ملکی مثلا کمتر از 4-5 میلیارد تومان که دیگه یه معمولی خیلی یه جای متوسط آدمایی که مثلا 90% اون آدم‌ها چقدر درآمد دارن، مثلا تو بگو ماهی 100 میلیون تومان، ماهی 100 میلیون تومان طرف میگیره، ماهی 50 میلیون 40 میلیون که حداقل باید هزینه بکنه، این ماهی 100 میلیون چقدر باید جمع کنه که بتونه یه ملک بگیره و اون قسط اون مثلا 1 میلیارد بگو اصلا ماهی 30 تومان 20 تومان آدم میتونه بده. به قول معروف توان خیلی از مردم خارجه و این تورم فشارش روی همه هست، نمیتونن بخرن. آقا مگه میتونن بیان پولشون رو بذارن کنار مثلا ملک بخرن 4 تومن 5 تومن؟ نمیشه. کاملا درست. این مثال جالبی که بزنم برای خودم بوده، هر دو تا مثلا 89 یه پروژه ساختم توی خیابون شهدای گرگان که داداش عمو حسن دیزی اولین نفر بود که من بهش واحد فروختم. یه واحد فروختم 38 میلیون بافت فرسوده بود، 18 میلیون وام داشت. این تقریبا 45% از قیمت ملک وام بود و قسطش هم جوری بود که اون داداش عمو حسن هنوز معروف هم نشده بود، با همون دیزی سرا و املت فروشی کوچولوشون که 3-4 تا برادر بودن میتونست هم اقساطشو بده هم خونه رو خرید. خب اون موقع به این شکل من اولین واحدی که تو زندگیم فروختم برای خودم این بود. حالا هفته قبل واحد فروختم توی گلشهر، قیمت واحدم در اومده 5 میلیارد، وامی که روش بوده وام نهضت ملی بوده 350 تومان، یعنی چند درصدش بوده؟ زیر 6-7% میشه تقریبا. آره یه همچین 5% 6%. و اصلا این وامه که کمک نمیکنه. باز برای همین وام اقساطش مردم میگن زیاده. این وام اگه بخواد بشه باید بشه 40% قیمت ملی دیگه. قیمت الان مثلا 2 میلیارد و 200 2 میلیارد و 500 وام بدن که این مردم، ولی خب اون قسطش میشه ما 150 تومان. درآمد مردم 100 تومان بعید میدونم باشه، درآمد مردم 30 تومانه. قشر کارمند دولتی که من حالا اینجا نمیدونم باید بگم من مدیر کلش، مدیر کل یه استان و کلی درآمد باید 35 تومن 40 تومن بعد 40 سال بعد از 25 سال کار. من مدیر عامل بانک یعنی مدیر کل بانک باش صحبت می‌کنم 30 تومن 35 تومن. ببین چیزی نیست که من بگم مثلا یک قشر کوچیکه، خیلی از 70% درگیر 80% و این تورم هر روزم داره فشار بیشتر میکنه. آره ولی به نظر من همین برنامه من که اولین بار تو چیزی که خیلی هم علم ندارم طلا، برای همین طور انتخاب کردم که بیایم با هم مشورت کنیم. خیلی ممنونم از مشورتت. مرسی. باید بیشتر بازم صحبت. آره ببین من برای این مسئله چون برای دانشجوی خودمون داریم اجرا میکنیم، خب ما بالای فکر کنم 14-15 هزار تا دانشجو داریم و بالای 200-300 هزار نفر یه بار رو حتما با ما در ارتباط بودن. ما الان تقریبا ما این گالری طلا رو به خاطر فروش طلا نزدیم، به خاطر دانشجوی خودمون که تامین کنندشون خودمون، چون ما تو کسب و کار دراپ شیپینگی که داریم خب همه درگیر این بودن که تامین کننده مثلا اذیت میکنه فلان نداریم. خب ما میایم توی کالایی مثل طلا، محصولی مثل طلا که سرمایه خیلی زیادی میخواد و هر کسی نمیتونه واردش بشه، عملیاتی یاد میدیم که چطور شما بدون سرمایه بیاید طلا فروشی خودتو داشته باشی با سرمایه کم. حالا اینا به 3 دسته تقسیم میشن، کسی که میخواد طلا بخره بیاد شروع بکنه، کسی که نمیخواد طلا بخره، کسی هم بیشتر با اون طلای کوچولویی که داره سرمایه‌ای که داره میخواد کار شروع کنه. ما با این 3 دسته تقسیم کردیم و یه زنجیره تامین ایجاد کردیم بین فروشنده های طلا که ما همین الان مثلا
مثلا توی همین گالری بالای 50 تا مغازه داریم که عملا در روز مشتری فیزیکی حضوری به صورت نداره. حالا مشکل اینا چجوری برطرف میشه؟ اینکه حالا یه نفر بخواد 2 نفر بگیرن، نیرو استخدام کنن که این کار سوشال مدیاشون رو انجام بده، حداقل ماهی 5 میلیون تومان هزینه این 2 نفر. برای این رو شاید مثلا برای این دوستان و همکارا سخت باشه. ما چیکار کردیم؟ یه تیم محتوایی داریم، محصول رو میاریم، ویدیوشو میگیریم، محتواشو میذاریم، بهش میگیم کپشن چی بزنه، آموزش میدیم، چرخه فروش رو بهش آموزش میدیم، وصلش میکنیم به اون زنجیره 14 15 هزار نفره فروش خودمون، وصلش میکنیم به اون تامین کننده‌ای که با کارگاه داره، طرح داره، مشاور برندینگ داره، طرح‌های جدید رو میده، همه اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم. میگیم خب اوکی میشه چند هزار نفر، میشه مثلا اینور شما فرض کن 1000 تا تامین کننده طلاست، اینور چند هزار تا دانشجو، اینا میان با اون صورتی که حالا بهشون آموزش دادیم بهشون آموزش میدیم، محتوا تولید میشه، میذارن، سفارش میگیره، تامین کننده براش ارسال میکنه. این وسط یه نفر هست میگه خب اوکی من میام طلا میذارم، سود بیشتری میگیرم. یه نفر میگه نه من طلا رو ندارم، از شما تامین میکنم. خب حالا اجرت هر محصول مشخصه، تعداد هر محصول مشخصه، سبد محصولش رو تشکیل میده. حالا یه سری محصولات سفارشی ان، مثلا میگم طرح اسم، طرح انگشتر سنجش فشار یا انگشتر اثر انگشتی خودمونم مثلا داریم. این میشه طرح اختصاصی که خیلی راحت با کارگاه‌ها با محتوا اینا میتونیم ارائه بدیم. حالا پیشنهاد اختصاصی خودم به خودت و به عنوان حالا دوستم که بالای 7 8 سال میشناسمه، پیشنهادم اینه که حتما یه سبد طلایی رو خرید طلا، حالا آب شده یا طلای زینتی داشته باشی، یه طلای کم اجرت که بذاری کنار. حالا اینکه خودت شروع بکنی که بیای مغازه بگیری بزنی، من به نظرم برای شروع پیشنهاد نمیدم. من میگم از اون ور شروع کن، بیا شروع کن، آنلاین تو راه بنداز، به یک فروش استیبلی رسیدی، برند خودت رو ساختی، یاد گرفتی فروشه. من محصولو بهترین محصول داشته باشم نتونم بفروشم، همون چالشی که اول جلسه‌مونم من بهترین محصول میدونم، محصولم خوبه، آقا اعتقادم دارم، تجربه هم دارم، کلی هم پاش زمانم گذاشتم، ولی وقتی نفروشم محصول فیک میشه. حالا من میگم بیا خب اوکی اصلا من محصول نداشته باش، ولی بیا از اینجا شروع کن، بفروش، بعد یه تعداد فروش رفتی به استیبل رسیدی، بعد بیا حالا گالری خودتو بزن، چون بیسیکش بعد 1 2 3 میلیارد هزینه بکنی، ویترینتو بزنی، طراحیتو بکنی، بیای زمان بذاری، خب بیا بفروش. اگر تونستی به فروش برسی که میرسی، آنلاین شاپ ها دارن میفروشن، حالا اون موقع فروش رو یاد گرفتی، سلیقه مشتری رو یاد گرفتی، کلونی مشتری رو تشکیل دادی، بعد میای آروم آروم شروع می‌کنی مارکت خودت تشکیل میدی، حضور رو میزنی. و این روشیه که تو دنیا اصلا داره انجام میشه. شما مثالش میشه دیجیکالا، دیوار، شیپور، نمیدونم جاوا، ما هیچ محصولی از خودش نداره یا اومده اول محصول مشتری رو میگیره به تامین کننده وصل میکنه. این همه جا مرسومه، چیزی نیست که ذهن ما در هر حال به این سمت رفته که من حتما باید برم مغازه بگیرم، ویترین بزنم و هر کسب و کاری تازه بیام بفروشم. که تو وقتی میای شروع میکنی به فروش، تازه استرسای یک کسب و کار میاد سراغت که تو الان اجاره رو شروع کنم، پول برق و اماکن میاد، چه میدونم بیمه فلان، هزار تا چالشی که پیش میاد و اونجا تازه تو دیگه با ذهن باز واقعا نمیتونی انرژیت هم کلی میره سر همکاری‌های فروش هم که برای طلا خب خیلی زیاده، شکل‌های مختلفی وجود دارین که خب اجاره طلا هست، طلا تو اجاره میدی، فاکتور رسمی، قرارداد حقوقی، چک سفته، همه چیزو به خاطر اینکه بازار مشخص نیست که تو الان طلا رو میدی، یه نفری حتما باید مورد اطمینانت باشه که این طلایی که میدی هر لحظه بخوای بگی آقا من طلا میخوام بده. حالا مثلا کاری که ما خودمون انجام میدیم که البته اینه که قرارداد 6 ماهه یا 3 ماهه میبریم، میگیم حداقل تا 3 ماه این طلا باید پیش شما بمونه، مثلا اجاره اگه میخوای بدی، تو سودش توی ماهیانه فروشش اینا با اون زنجیره شبکه‌ای که داریم شراکت ایجاد میشه. و حالا من خودم هنوز دارم طرحش رو کامل میکنم، شفاف میکنم و اینا رو هنوز نگفتم اونجایی، ولی خیلی راهکار هست تو طلا که هم تورم جلو بیفتی، هم خود اون طلا برات پول سازی کنه. در حال حاضر فکر میکنم اولین چیزی که تو سبد داشته طلا، چون بیشترین بالا تورم رو طلا گرفتی. پیش بینی تا بازار چیه؟ ببین مثلا ما برای مهر ما 9400 و اینا رو پیش بینی کردیم، هنوز به مهر نرسیدیم، 9400 شد، یعنی بر اساس تحلیل‌ها و فلان اینا 9400 الان 9600 که رد کردیم. مهر گفته بودیم که مثلا بر اساس تحلیلایی که نمودارا و تحلیلگرایی که حالا هر روز یه تحلیلی میدن، حالا من به شخص زیاد چون تو ایران ثبات اقتصادی نداره، تو بخوای تحلیل درستی بر اساس نمودار با یه ویرگول بالایی‌ها قیمت میره بالا پایین، تو مشخص نمی‌کنی که آقا مثلا طلا چقدر باشه. طلا به یک سری چیزهای سیاسی چه می‌دونم، تو اصلا میدونستی جنگ میخواد بشه؟ نمیدونی که. بعد تو دوران جنگ میگفتن طلا مثلا 7 و طلا 6500 بود، همه میگفتن 7900 میخرن فلان اینا، و مثلا خیلی شاید با قیمت طلا 7900 خریدن، طلا که بازسود بازاری که بازسود رو قیمت 6800 باز شد. اون که رفته 7900 خریده خب ضرر کرد دیگه. بعد ضرر که تو کوتاه مدت، اگر فروخته باشه تو کوتاه مدت، تو بلند مدت همیشه میگم آقا تو یه سبدی از محصول طلا
داشته باش، مشخص کن که چرا میخوای طلا بخری. به عنوان کسی که میخواد با طلا سرمایه گذاری کنه، با طلا بازی کنه، و به عنوان کسی که میخواد بخشی از سواد محصولش رو طلا بگیره بذاره کنار. تو طلا میگیری میذاری کنار، آخر سال مثلا پول مازاد داری میذاری کنار دیگه. استرس اینکه حالا ارزون شد گرون شد اینا رو نداری. مرسی خیلی. اینا امیدوارم که واقعا یه سری اتفاقات مثبت بیفته، چون آدما پولشون رو واقعا به زحمت جمع فرقی هم نمیکنه. من میگم یکی 10 میلیون سرمایه داره، یکی 10,000 میلیارد داره، اونم زحمت کشیده، اونم زحمت کشیده و هر کسی به همون مبلغ و به قول معروف هر کی بامش بیش برفش بیشتره، این داستان همونه و چالشاش رو داره و واقعا این برای همه ضرر این تورم. بله مرسی ازت واقعا. بازم هر کمکی هر سوالی بود من واقعا دوست دارم که بتونم یه اثری داشته باشه. خیلی دم شما گرم. قربونت برم.